سلام، به این برنامه خوش اومدید. تا حالا فکر کردین کلمه‌های مثل موفقیت و تصادف چه ربطی به هم دارن؟ در نگاه اول شاید بگید هیچی، ولی یک کد مخفی وجود داره که این کلمات و کلی کلمه دیگه رو به هم وصل میکنه. امروز میخوایم با هم این کد رو بشکنیم. آماده این؟ خب، بذارید سوالم رو واضح‌تر بپرسم. به این سه تا کلمه نگاه کنید. Success، accident و decision. یعنی موفقیت، تصادف و تصمیم. آره میدونم به نظر میاد هیچ ربطی به هم ندارن. اما باور کنید یه راز مشترک دارن. یه چند لحظه بهش فکر کنید. به نظرتون اون راز چیه؟ جواب اینه. همه این کلمه‌ها از یه ریشه لاتین مشترک میان. کازیو، کد یا سیدی. ببینید اینا سه تا شکل مختلف از یه چیزن و همشون تقریباً یه معنی دارن. افتادن، رخ دادن یا رفتن. این ریشه در واقع کلید اصلی ماست. با همین کلید میخوایم قفل معنی کلی کلمه رو توی انگلیسی باز کنیم. خب عالی شد. حالا بیایم ببینیم این کلید جادویی چطوری کار میکنه. اول از همه میریم سراغ کلمه هایی که خیلی به معنی اصلی ریشه یعنی همون افتادن یا رخ دادن نزدیکن. ببینید این ریشه چقدر قدرتمنده. مثلا کلمه کیس یعنی مورد. خب یه مورد چیه؟ دقیقاً یه چیزی که اتفاق افتاده. یا مثلا کژوال یعنی یه چیزی که خیلی اتفاقی و شانسی رخ داده. حتی کلمه ای مثل کسکید یا آبشار، خب این که دیگه خودشه، یه تصویر واضح از افتادن آب. میبینید همشون به همون ایده اصلی افتادن برمیگردن. حالا بیاین کلمه اکسیدنت رو با هم بشکافیم. خیلی جالبه. پیشوند اک یعنی به سمت. ریشه میتس هم که گفتیم یعنی افتادن. پس اکسیدنت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که خیلی ناگهانی به سمت شما میفته. چقدر منطقیه نه؟ واقعاً به همین سادگی. خب این برای وقتی بود که یه چیز میفته. حالا فکر کنید اگه چند تا چیز همزمان با هم بیفتن چی؟ این سوال دقیقاً ما رو میرسونه به کلمه بعدی. و اون کلمه چیزی نیست جز coincidence. بیاین اینم بازش کنیم. پیشوند کو یعنی با هم. سد هم که یعنی افتادن. پس coincidence خیلی ساده یعنی چیزهایی که با هم میافتن یا همزمان اتفاق میافتن. واقعا این منطق پنهان توی کلمه‌ها فوق‌العاده است مگه نه؟ حالا میخوایم یه مرحله بریم بالاتر. میخوایم ببینیم که چطور پیشوندا دقیقاً مثل یه فرمون میتونن جهت این افتادن رو عوض کنن و معنیهای کاملاً جدیدی بسازن. مثلا به کلمه decide یا همون تصمیم گرفتن فکر کنید. پیشوند دی یعنی جدا شدن یا دور شدن. پس وقتی شما دارین تصمیم میگیرین انگار دارین به صورت استعاری از بقیای گزینه‌ها دور میشین یا جدا میافتین و فقط روی یکیشون ثابت میمونین. این یه نگاه کاملا جدیده به خود عمل تصمیم گیری. و این ایده افتادن یا سقوط کردن فقط برای تصمیم‌های شخصی نیست. میتونه خیلی بزرگتر بشه و حتی برای توصیف وضعیت یه جامعه یا فرهنگ به کار بره. اینجا به کلمه خیلی قدرتمند دکدنس یا انحطاط میرسیم. ساختارش رو نگاه کنید. دی یعنی پایین، کد یعنی افتادن و پسوند انس هم که یعنی حالت یه چیزی. پس دکدنس دقیقاً یعنی حالت به پایین افتادن یا همون زوال. ببینید چطور چند تا قطعه ساده کنار هم یک کلمه انقدر پرمعنی رو میسازن. مأموریت ما هم دقیقاً همینه. این قفلا رو باز کنیم و این کدهای مخفی رو با شما به اشتراک بذاریم. اگه از کشف این رازها خوشتون میاد حتما ما رو دنبال کنید تا با هم بریم سراغ کلیدهای بعدی. خیلی خوب. حالا آماده یه تغییر جهت جالب بشین. همین ریشه‌ای که تا الان در موردش حرف زدیم یه معنی دیگه هم داره. معنیش میتونه از افتادن شیفت پیدا کنه به رفتن. و این تغییر کوچیک یه خانواده کاملا جدید از کلمه‌ها رو برامون رو میکنه. مثلا به کلمه proceed نگاه کنید. پرو یه پیشوند خیلی معروفه که یعنی به جلو و سید همون ریشه ماست که اینجا معنی رفتن میده. پس در نتیجه proceed خیلی راحت یعنی به جلو رفتن و همین سادگی و وضوح. و اینجا دیگه قشنگ قدرت پیشوندها رو میبینیم. توی exceed پیشوند x یعنی فراتر. پس کل کلمه یعنی فراتر رفتن. حالا برعکسش توی recede پیشوند ری یعنی عقب. پس کلمه یعنی عقب رفتن. ببینید فقط با عوض کردن یه پیشوند کوچیک معنی کلمه 180 درجه عوض شد.
و حالا میرسیم به کلمه مورد علاقه همه، succeed یعنی موفق شدن. خب منطقش چیه؟ پیشوند ساک یعنی بعد از. پس succeed در اصل یعنی بعد از چیزی رفتن و بالاخره بهش رسیدن. همین معنی اصلی کلی کلمه دیگر رو هم توضیح میده. مثلا successor یا جانشین. کیه؟ کسیه که بعد از یکی دیگه میاد. یا successive یعنی متوالی، چیزهایی که یکی بعد از دیگری میان. همه اینا یه خانواده. خب عجب سفری بود بین کلمه ها، نه؟ حالا وقتشه که همه این چیزایی که یاد گرفتیم رو توی یه قانون طلایی خلاصه کنیم. یه ابزار واقعاً قدرتمند که از همین امروز میتونین برای فهمیدن بهتر کلمه ها ازش استفاده کنین. و اینم از قانون طلایی ما. اینو یادتون باشه. هر وقت هر کلمه ای رو دیدین که توش CATS، CAD یا CAID داشت، سریع به این سه تا معنی فکر کنید: افتادن، رخ دادن یا رفتن. این کلید مخفی شماست برای باز کردن قفل کلمه هاست. بیاین یه بار دیگه سریع با هم مرور کنیم. اکسیدنت چی بود؟ افتادن یه چیزی به سمت شما. دیساید جدا افتادن از گزینه‌های دیگه. ساکسید رفتن دنبال یه هدف. اکسید رفتن فراتر از یه حد و ریسید رفتن به عقب. میبینید الگو کاملا واضحه مگه نه؟ شما الان یه ابزار جدید و خیلی قدرتمند برای فهمیدن بهتر انگلیسی دارین. حالا که این کلید دست شماست، برامون بنویسید که دوست دارین توی برنامه بعدی کدوم کد مخفی دیگر رو با هم کشف کنیم. توی کامنت ها منتظر نظراتتون هستیم.